همه دوست دارن مدل موهای ترند و بلند داشته باشن، اما مشکل اینه که هرچی موهات بلندتر میشه مشکلاتش هم بیشتر میشه، مثل ریزش مو، شوره و خشکی. اگه درست ازشون مراقبت نکنی فقط تا چند سال دیگه موهات شبیه این میشه. پس میخوام توی این ویدیو نشونت بدم چطور با 5 قدم ساده از موهات به درستی مراقبت کنی. بریم که شروع کنیم. قدم اول، شستشو. اینجا فقط حرف از تمیز کردن مو نیست، تمرکز روی تمیز کردن پوست سره. به خاطر آلودگی، گرد و غباری که هر روز تو موهات جمع میشه. برای این کار از شامپو استفاده میکنی. اما اول یه چیزی رو بفهم. هر شامپویی که استفاده کنی کارش فقط تمیز کردن مو و پوست سره. انتظار نداشته باش که شامپو موهات رو ضخیم، براق یا دویتر کنه. شامپو یعنی تمیز کردن، فقط همین. قدم دوم، نرم کننده. حتما متوجه شدی بعد شامپو موهات خشک و وز میشه، چون شامپو رطوبت طبیعی رو از بین میبره. پس قدم دوم نرم کننده است تا رطوبت برگرده و موهات نرم، براق و سالم بشه. روش درست زدن نرم کننده اینه: بعد شامپو مقدار کمی نرم کننده رو متناسب با اندازه و طول موهات به کف دستات بمال و فقط روی ساقه موهات بزن، نه پوست سر. اما یادت باشه گول تبلیغات شامپو و نرم کننده 2 در 1 رو نخور. همیشه جداگانه استفاده کن. قدم سوم، خشک کردن. حتی خشک کردن مو نیاز به دقت داره. بزرگترین اشتباهی که مردم میکنن مالیدن خشن موهای خیس با حوله است. این باعث شکستن مو و ضعیف شدن ریشه ها در دراز مدت میشه. به جاش آروم با حوله موهات رو فشار بده و خشک کن. بهترین گزینه حوله مایکروفایبره. آب رو بهتر جذب میکنه و آسیب نمیزنه. اگه از سشوار استفاده میکنی همیشه روی دمای معمولی یا خنک بذار. هیچ وقت باد رو داغ نکن. یادت باشه هیچ وقت آب داغ یا هوای داغ با پوست و موهات ارتباط نداشته باشه. قدم 4، روغن تراپی. هدف روغن تراپی اضافه کردن رطوبت و لایه محافظته. این روزا خیلیا از سرم مو هم استفاده میکنن. کارش تقریبا همینه: رطوبت، براقی و نرمی. حالا کی روغن تراپی کنیم؟ بعد از دوش فقط 2 یا 3 قطره روغن روی ساقه موها بزن، نه پوست سر. پوست سرمون بیشترین چربی بدن رو داره و نیاز به روغن اضافی نداره. پس روغن رو فقط روی ساقه های مو بزن. اگه از محصولات حالت دهنده مثل واکس، ژل یا اسپری مو استفاده میکنی، مطمئن شو به پوست سرت نخوره. و اگه هر صبح موهاتو حالت میدی، شب قبل خواب موهات رو بشور. هیچ وقت محصولات حالت دهنده رو شب تا صبح نذار بمونه روی موهات. قدم 5، تغذیه. اینا شاید عادتهای کوچیک به نظر برسن، اما باور کن تفاوت بزرگی تو سلامت موهات ایجاد میکنن. ریشه های مو مواد مغذیشون رو از غذا میگیرن. اگه رژیم غذاییت افتضاحه، هیچ شامپو یا روغنی موهاتو نجات نمیده. موهای ما 90% از پروتئینه و اون پروتئین اسمش کراتینه. راه حل اینه که غذاهایی مثل تخم مرغ، پنیر، عدس، نخود و سویا رو به وعدهات اضافه کنی. چربی‌های سالم. چربی‌ها پوست رو طبیعی مرطوب نگه می‌دارن و مو رو براق می‌کنن. بهترین منابع آجیل و مغزها هستند: بادام، گردو، دانه کتان، چیا و تخمه کدو. ویتامین‌ها و مواد معدنی مخصوصاً ویتامین A، C، A، زینک و بیوتین هم به روتین اضافه کن. روزی 8 یا 7 لیوان آب بنوش. هیدرات موندن جلوی خشکی پوست، سر و شوره رو میگیره. خواب و استرس هم مدیریت کن، چون که استرس تأثیر مستقیم روی ریزش موهات داره. خب بچه‌ها، به انتهای ویدیو رسیدیم. اگه میخوای ویدیوهای بیشتری مثل این در آینده ببینی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. سابسکرایب کردن مساوی با هر روز جذاب‌تر شدن.